تا میشینی درس بخونی، یهو گوشی تبدیل میشه به جذابترین چیز دنیا. فقط یه ویدیو دیگه ببینم، شاید قبلش یه چیزی بخورم. اصلاً من به این مدرک نیاز دارم یا برم دنبال کار دیگه‌ای؟ این جملات برات آشناست؟ اینا خیلی طبیعیه، ولی یه حقیقت عجیب وجود داره که میگه 90% افراد و دانشجوها اشتباه درس میخونن. ساعتها فقط به جزوه نگاه میکنن بدون اینکه واقعاً چیزی یاد بگیرن. اما اگه بهت بگم یه راهی هست که باهاش میتونی سریعتر درس بخونی، بهتر حفظ کنی و در عین حال وقت هم داشته باشی سریال مورد علاقت رو ببینی، چی؟ چه دانشجو باشی که واسه امتحان میخونی، چه آدمی که دنبال یادگیری یه مهارت جدیدیه، یا حتی کسی که فقط میخواد اطلاعات رو سریعتر جذب کنه، این روش‌ها کاملاً به دردت میخورن. بیا با هم بهترین روش‌ها رو مرور کنیم که باهاشون میتونی سریعتر درس بخونی بدون اینکه خسته و داغون بشی. اول از همه روش انتظار. این تکنیک کاری میکنه مغزت سریعتر درس بخونه. مغز آدم تنبله، هر چقدر بهش وقت بدی همونقدر هم طول میده. تا حالا دیدی یه کار 10 دقیقه‌ای چطور 2 ساعت طول میکشه؟ این همون قانون پارکینسونه. کارها به اندازه وقتی که براشون میذاری کش میان. راه حلش چیه؟ این که زمان مطالعتو خیلی کوتاه تعیین کنی. مثلا به جای اینکه بگی 3 ساعت باید درس بخونم، بگو فقط 20 دقیقه. وقتی بگی 20 دقیقه، مغزت دیگه مقاومت نمیکنه، چون کم و آسونه. ولی نکته جالب اینه که وقتی شروع کنی معمولاً ادامه میدی. یه نکته اضافه هم اینه که دقیق بنویسی همون 20 دقیقه قراره چی بخونی. مثلا درس زیست، فتوسنتز رو میخونم و خودم رو امتحان میکنم. مغز عاشق مشخص بودن هدفه. حالا بریم سراغ قانون 80-20. اینکه چرا باید مثل یک کمالگرا درس نخونی؟ واقعیت اینه که همه موضوعات به یک اندازه مهم نیستن. 20% از مباحث 80% نتیجه رو میدن. پس وقت تو روی چیزای بی اهمیت تلف نکن. از خودت بپرس واقعاً چی تو امتحان میاد؟ نمونه سوالای قبلی رو ببین، از معلمت بپرس، خلاصه ها رو نگاه کن. چیزایی که بلدی رو دوباره نخون، برو سراغ چیزایی که هنوز خوب یاد نگرفتی. یه تکنیک سریع 80-20 اینه که همون اول یه نمونه امتحان رو حل کنی. صبر نکن تا دقیقه 90. اینجوری میفهمی کدوم مباحث بیشتر تکرار میشن. بعد 80% وقتتو بذار روی همونا. این میشه درس خوندن هوشمندانه به جای درس خوندن سخت. روش بعدی، روش تایمر. این که مغزتو ببری روی حالت سرعت بالا. تا حالا دیدی وقتی ددلاین نزدیکه یهو تمرکز 10 برابر میشه؟ چون مغز تحت فشار بهتر کار میکنه. حالا خودت میتونی این حس رو مصنوعی درست کنی. چجوری؟ با تکنیک 30 دقیقه مطالعه. یه تایمر 30 دقیقه‌ای بذار، مثل وقتایی درس بخون که اتفاق خیلی مهمی در راهه. بعد 5 دقیقه استراحت کن. یکم راه برو، بدنت رو کش بیار یا بدون عذاب وجدان گوشیت رو چک کن. دوباره 30 دقیقه بخون. چرا جواب میده؟ چون جلسه های کوتاه جلوی خستگی رو میگیرن. مغز میدونه یه استراحت قراره بیاد، پس بهتر تمرکز میکنه. و از درس خواندن الکی و نگاه کردن به جزوه جلوگیری میشه. یه روش اضافه هم اینه که اپ فارست رو استفاده کنی. توش یه درخت میکاری و اگه از اپ خارج شی درختت میمیره. همین حس گناه باعث میشه سراغ گوشی نری. حالا برسیم به تکنیک فاینمن، روشی که باعث میشه مثل یه نابغه درس بخونی. آلبرت اینشتین یه جمله معروف داره: اگه نتونی یه چیز رو ساده توضیح بدی، یعنی درست نمیفهمیش. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای یه موضوع رو سریع یاد بگیری، باید وانمود کنی داری به یه بچه 5 ساله یادش میدی، بدون اصطلاحات سخت و حرفه‌ای، فقط ساده. اگه وسط کار گیر کردی، یعنی اون قسمتش رو درست نمیفهمی و باید برگردی دوباره یاد بگیری. آخرش هم باید دوباره ساده ترش کنی. نتیجهش اینه که فقط حفظ نمی کنی، واقعاً میفهمی. یه نکته اضافه اینه که چیزا رو بلند بلند توضیح بدی یا روی کاغذ بنویسی. همین باعث میشه مغزت عمیق‌تر پردازش کنه. حالا برسیم به یادگیری فعال، یعنی همون تقلب علمی برای حافظه.
اگه میخوای 2 برابر سریعتر حفظ کنی، باید به جای خوندن دوباره خودتو تست کنی. به جای اینکه دوباره جزوه رو بخونی، کتاب رو ببند، به صورت حفظی نکات رو بگو. به جای رونویسی از حافظت کمک بگیر. از فلش کارت استفاده کن و خودتو امتحان کن. این روش از نظر علمی ثابت شده و اطلاعات رو واقعاً تو مغز حک میکنه. یه روش اضافه هم تکنیک بلرتینگه. یعنی یه فصل رو بخونی، بعد هر چی تو ذهنت مونده بدون نگاه کردن بنویسی. بعدش با جزوه مقایسه کنی. این کار حافظت رو سریع قوی تر میکنه. یه نکته مهم دیگه خواب و ورزشه. ترکیبشون یه آپگرید رایگان برای مغزه. مغز وقتی بیداری اطلاعات رو ذخیره نمیکنه، بلکه موقع خواب این کار رو میکنه. یعنی شب بیداری یه تصمیم کاملا اشتباهه. خواب 7 تا 8 ساعت عالیه. ورزش هم حافظه رو تقویت میکنه. حتی یه پیاده روی ساده 10 دقیقه‌ای بین مطالعه کمک بزرگیه. پس اگه داری زیاد درس میخونی، وسطش یه استراحت با حرکت سبک داشته باش. در آخر، یه جمع‌بندی سریع از این تقلب‌نامه مطالعه با هم داشته باشیم. جلسه‌های کوتاه 20 تا 30 دقیقه‌ای، تمرکز روی 20% مهمترین مطالب، استفاده از تایمر، توضیح دادن درس، یادگیری فعال با تست گرفتن از خود و خواب و از ورزش برای تقویت مغز. چالش تو اینه که یکی از این روش‌ها رو همین امروز امتحان کنی و ببینی کدوم بهتر بهت میسازه. من همه کامنت ها رو میخونم و اگر آماده ای پتانسیل کامل مغزت رو فعال کنی، سابسکرایب کن تا با هم یادگیری رو تبدیل کنیم به یه چیز جذاب و هیجان انگیز.